مردها اونجوری که باید و شاید دیده نمیشن و اونجوری که باید و شاید ازشون قدردانی نمیشه. چیزی که من خیلی بارز میبینم، اونها هم نیاز به دیده شدن دارن، اونها هم نیاز به توجه دارن، اونها خیلی نیاز به قدردانی دارن. یعنی من میبینم مردها رو که خیلی زحمت میکشن و خیلی فشار روانی روشونه و با یک لبخند و با یه سکوت همه چیز رو تموم میکنن. ولی ما خانوم ها اینطوری نیستیم. ما خانوم ها حق انتخاب داریم. ما خانوم ها میتونیم فریاد بزنیم، میتونیم خواسته هامون رو بگیم. من خودم به شخصه میتونم بیام صحبت کنم و بگم میشه به من توجه کنی، میشه من رو ببینی، میشه به هم محبت کنی. ولی مردها نمیگن اینا رو. مردها پشت سکوتشون همه چیز رو پنهان میکنن و خیلی قشنگه اگر ما خانوم ها بیایم و این موضوع رو ببینیم. مردها گزینه‌ای به عنوان این که من دوست دارم توی خونه بمونم و بیرون از خونه فعالیت نکنم ندارن. اونها باید بیرون از محیط خونه فعالیت کنن و تمامی فشارهای روانی زندگی رو به دوش بکشن و تنها خواسته‌ای که از زنهاشون دارن، از همسرشون دارن، اینه که دیده بشن، قدردانی بشه ازشون و اونجوری که باید و شاید ازشون قدردانی نمیشه.